تا چند سال پیش وقتی اسم پهپاد می اومد همه یاد اون پرنده های بزرگی می افتادن که موشک شلیک می کردن یا کلی دوربین روشون بود و تو آسمون وای میستادن واسه جاسوسی. اما حالا با پیشرفت فناوری یه نسل جدید از پهپادها وارد بازی شده. بهش میگن ریز پرنده ها یا میکرو درونز. اینها پهپادهایی هستند که اندازشون از یه گوشی موبایل هم کوچیک‌تره. بعضیاشون حتی اندازه کف دستم نیستن. میتونن راحت توی جیب جا بشن یا از داخل ساختمونا پرواز کنن. سبکن، ساکتن و اونقدر کوچیکن که به راحتی از دید دشمن مخفی میمونن. توی دنیای نظامی این ریز پرنده ها به خاطر همین کوچیکی و چابکیشون خیلی محبوب شدن و احتمالاً توی این مدت درگیری ایران و اسرائیل اسمشون رو زیاد شنیدین. مخصوصاً یکی از کاربردهاش توی جنگ‌های شهری یا عملیات‌های شناسایی مخفی هن که میتونن وارد ساختمون بشن، از پنجره رد بشن یا حتی توی لوله تهویه حرکت کنن. بهشون لقب چشم پرنده سربازها رو دادن. اما داستان این ریز پرنده ها از یک نیاز ساده شروع میشه. اینکه سربازها یا نیروهای عملیاتی بدون اینکه خودشون وارد منطقه خطر بشن بتونن ببینن اونجا چه خبره. مثلا یه کوچه باریک، یه اتاق ناشناخته یا پشت یه دیوار. قبلا باید یه نفر میرفت جلو و ریسک میکرد. الان یه ریز پرنده رو میفرستن. اونم همه چی رو با دوربینش نشون میده. اما اهمیتشون فقط به شناسایی ختم نمیشه. چون تکنولوژی پیشرفت کرده، الان بعضی از این پهپادهای ریز میتونن کارهای عجیبتری هم بکنن. مثلا بعضیاشون مجهز به هوش مصنوعی هن. خودشون میتونن هدف رو تشخیص بدن یا حتی توی شرایطی به سمتش حمله کنن. این باعث شده کشورهایی مثل آمریکا، اسرائیل، چین و روسیه حسابی روش سرمایه گذاری کنن. یک کاربرد دیگه هم توی جنگ‌های نامتقارن یا درگیری‌های شهریه. مثلا توی جنگ اوکراین دیده شده که از ریز پهپادها برای دنبال کردن نیروهای دشمن توی ساختمون، هدایت آتش توپخونه یا حتی حمله مستقیم استفاده شده. چون هم قیمتشون کمه، هم ساختشون راحت تره، هم دشمن به سختی میتونه پیداشون کنه. ریز پهپادها حالا شدن یه جورایی چشم دوم سربازها. تصور کن یه واحد نظامی میخواد وارد یه ساختمون مشکوک بشه. قبلا باید در باز میکردن، با ریسک میرفتن داخل. اما الان یه ریز پرنده رو میفرستن که از پنجره یا در نیمه باز رد میشه و همه چی رو فیلم برداری میکنه. حتی بعضیاشون دید در شب دارن و میتونن توی تاریکی کامل هم شناسایی انجام بدن. یه کاربرد دیگه هم ردگیری هدفهای متحرکه. فرض کن یه دشمن داره از کوچه های پیش در پیش فرار میکنه. این ریز پرنده ها میتونن از بالا دنبالش کنن و موقعیت دقیقش رو لحظه به لحظه به نیروهای خودی بفرستن. حتی توی مواردی برای حمله های انتحاری هم استفاده شدن. مثلا یه ریز پهپاد کوچیک با یه نارنجک سبک میره تا بالای هدف و درست بالای اون منفجر میشه. خیلی دقیق، کم هزینه و ترسناک. همونقدر که این تکنولوژی جذابه، همونقدر خطرناکه. چون حالا دیگه فقط ارتشا نیستن که ریز پهپاد دارن. گروه‌های تروریستی، قاچاقچی‌ها و حتی خلافکارای شهری هم میتونن از اینا استفاده کنن. یه ریز پرنده که از یه فروشگاه معمولی خریده شده، میتونه با کمی دستکاری تبدیل بشه به یه سلاح مرگبار یا ابزار جاسوسی حرفه‌ای. دولت‌ها نگران اینن که این پرنده‌های کوچیک بتونن وارد مناطق امنیتی بشن، دوربین کار بذارن، اطلاعات بدزدن یا حتی مواد منفجره منتقل کنن. به خاطر همین سیستم‌های ضد هوایی جدید مخصوص پهپادهای ریز در حال ساخته شدنه. مثل سامانه‌هایی که با پارازیت سیگنال کنترل ریز پهپاد رو قطع می‌کنن یا تورهای هوایی که اونا رو می‌گیرن. از اون طرف چون خیلی کوچیکن، ردگیری و نابود کردنشون واقعا سخته. رادارها معمولاً اینها رو با پرنده یا حتی حشره اشتباه می‌گیرن. در آینده نزدیک ریز پهپادها قرار هوشمندتر، سریعتر و مستقل‌تر بشن. یعنی بدون اینکه کسی کنترلشون کنه، خودشون بتونن تصمیم بگیرن، هدف پیدا کنن، عملیات انجام بدن. مثل یه سرباز دیجیتالی پرنده. از طرفی ارتشا دارن روی ساخت ریز پهپادهای جمعی کار میکنن. یعنی صدها ریز پرنده که با هم کار میکنن، مثل یک کلونی مورچه یا زنبور. اینها میتونن یک منطقه رو کامل پوشش بدن یا با هم به یه هدف حمله کنن و پدافند دشمن رو دور بریزن. همین الان هم شرکت‌هایی هستن که دارن روی ریز پهپادهایی که به اندازه حشره‌اند کار میکنن
که حتی میتونن روی دیوار راه برن یا توی بدن انسان برای مأموریت‌های خاص استفاده بشن. درسته که بیشتر حرف‌ها درباره ریزپهپادها نظامیه، ولی اینها توی دنیای غیر نظامی هم میتونن بسیار مفید باشن. چون گفتیم ارزونن، کوچیکن، کارایی خیلی خاصی دارن. مثل فیلمبرداری و رسانه. خیلی از فیلمسازها و خبرنگارها از ریزپهپادها برای گرفتن نماهای خاص استفاده میکنن. مثلا توی یه جنگل انبوه یا توی یه غار تنگ یه پهپاد بزرگ نمیتونه وارد بشه. اما اینا کوچیکن، به راحتی میرن تو صحنه‌هایی ثبت میکنن که تا قبل از این غیر ممکن بود. یا توی امداد و نجات. توی زلزله یا سیل وقتی دسترسی به آدم‌های گیر افتاده سخته، ریزپهپادها میتونن وارد خرابه‌ها بشن. صدا ضبط کنن، عکس بگیرن، مکان دقیق آسیب دیده‌ها رو مشخص کنن. حتی بعضی از مدل‌ها قابلیت حمل دارو یا پیام صوتی دارن که میتونن توی شرایط بحرانی یه امید باشن. یا کاربردش توی محیط زیست و حیات وحش. دانشمندا از ریزپهپادها برای پایش حیات وحش استفاده میکنن بدون اینکه حیوانات رو بترسونن یا توی محیطشون دخالت کنن. مثلا برای دنبال کردن حرکت یک پلنگ یا فیلمبرداری از پرنده‌های نادر توی لونه‌هاشون. کاربرد دیگه‌اش توی بازرسی صنعتیه. خیلی وقتا لازم از سازه‌های بزرگ مثل دکلای برق، پل‌ها یا برج‌ها بازرسی دقیق انجام بشه. ریزپهپادها میتونن بدون نیاز به بالا رفتن یا داربست زدن وارد فضاهای بسته یا خطرناک بشن و با دوربین همه چیو اسکن کنن. و یا کاربردهای پزشکی و تحقیقاتی. الان دانشمندان دارن روی ریزپهپادهایی کار میکنن که بتونن وارد بدن انسان بشن، مثل یک کپسول پرنده. اینها ممکنه یه روزی بتونن داخل بدن حرکت کنن، از بافتها تصویر بگیرن یا حتی دارو رو به صورت دقیق به یه نقطه خاص برسونن. ریزپرنده‌ها یه تحول اساسی تو دنیای فناوری به وجود آوردن. از همون لحظه‌ای که مهندسا فهمیدن میتونن پرنده‌هایی بسازن که اندازه‌شون از کف دست کوچیک‌تره ولی کارایشون از یه پهپاد بزرگ هم بیشتره، دنیا عوض شد. این کوچولوها الان توی جنگ نقش دارن، توی امداد، توی صنعت، توی تحقیقات. شاید قبلاً فقط توی فیلم‌های علمی تخیلی اینا رو دیده بودیم. ولی حالا میتونن تعادلی بین استفاده مفید و خطرهای احتمالی داشته باشن. اگه خوب ازش استفاده بشه، میتونه جون آدم‌ها رو نجات بده، جنگل‌ها رو نجات بده، محیط زیست، توی جراحی‌ها کمک کنه یا توی مناطق خطرناک اطلاعات بیاره. ولی اگه دست آدمای اشتباه بیفته، میتونه به یک ابزار جاسوسی، خرابکاری یا حتی حمله تروریستی تبدیل بشه. برای همین کشورها باید قوانینی مشخص برای کنترل، استفاده و مقابله با این ریزپرنده‌ها طراحی کنن. از اون طرف شرکت‌های فناوری باید دنبال ساخت سیستمایی باشن که بتونه جلوی سوء استفاده از اینها رو بگیره. در نهایت ریزپرنده یا ریزپهپاد فقط یه وسیله نیست، یه نماد از آینده است. آینده‌ای که توش فناوری هم کوچیک میشه، هم هوشمند و هم تاثیرگذارتر از همیشه. اینجا رادار گریزه و ما به شکل متفاوتی مباحث نظامی رو مطرح می‌کنیم.